ای اوچه جان جان و جهان بر تو فدا، روز و شب و سال و ماه بلم نام خدا. یک دولت اوچه داری بر شاه و گدا، میشید که نمیشیده می اوچه جدا. ای اوچه جان، ای اوچه جان غنیمتی هر لحظه، داغات درو کردم و بستم درزه. اوچه کی میگم بندی دلم میلرزه، اوچه به همه گنج جهان میارزه. ای اوچه جان. سلامت باشد، روزتون خسته نباشد. استاد جمعخون، بعد از اونی که مثلا ما از مادر سخن گفتیم، البته بعد از مادر ما درباره وطن باید از شما پرسان شویم. اینجا در وطن ما علاقه استقلالیت رو جشن گرفتیم. جشن استقلالیت رو جشن گرفتیم و میبایست که از شما پرسان شد که امی خودی استقلالیت برای شما چی داد و چگونه این مفهوم رو شما درک میکنید؟ مفهوم استقلالیت در حقیقت استقلالیت خلاص یک واژه‌ای است که بسیار برای مردم ما، عموما برای تمام مردمی که آزادی خواهند، این یک قیمت، یک نعمت بی‌بها است. و استقلالیت فرض کردیم با ما چی داد؟ استقلالیت با ما اگر یعنی هیچی نداد، تنها امکانیت داد و خود علامه امکانیت همه چیز است. یعنی این استقلالیت برای ما امکانیت داد و نه همین امکانیت بود که ما در یک مدت کوتاه اینقدر دستاوردهای زیاد داریم. و راستی گپ درباره استقلالیت گپ زدی و درباره نعمت بی‌بها بودن او گفتیم و یک سر میخوام بگم که این آرمان 1000 ساله مردم کشوری ما بود، چون که ما توانستیم با همین قدر جهد و تلاش ها، با همین قدر سرکوب شدن ها، با همین قدر با خاک و خون آغشته شدن ها، با همه چیزی از دست رفتمان باز احیا شدیم. امروز باز استقلالیت به دست آوردیم. یعنی این یک داد خداوندی است که همین روز همین گونه نعمت را ما داریم و آن را یک پیشوای بسیار خردمندیم، یک فرزند ملت، یعنی پیشروی ما است. برای همین یعنی با یک گپ میگویم که استقلالیت برای ما تمام امکانیت را داده است. یعنی همه او مردمی که در عمق دلش عالی‌ترین امید آرزو داشته باشد و یک حرکت او برکتی دارد و البته به مقصد و به مراد میرسد.